هر کی ما رو میدید فکر میکرد خل شدیم. توی اون جمع تقریبا هیچ کس محلمون نمیذاشت و حالا ما دور خودمون جمع شده بودیم و میخندیدیم. با مقایسه صورت خندون دامون و صورت گرفتش که امشب چند بار شاهدش بودم، یه حس جدید تو وجودم کشف کردم. حسی که انگار وادارم میکرد هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم تا دامون دیگه اونجوری گرفته و غمگین و حسرت زده نباشه. میدونستم همچین چیزی ممکن نیست، ولی این حس تو وجودم شکل گرفته بود و از این به بعد باید با اینم کنار می اومدم. وسط خنده هامون چشمم افتاد به یه جفت چشم قهوه‌ای که داشت با حیرت نگاهمون میکرد. گلچهره بود که جلوی در آشپزخونه وایساده بود و نگاهش از جمع 3 نفره ما جدا نمیشد. نمیدونستم چی داره تو فکرش میگذره، ولی انگار متعجب بود از اینکه دامون رو این شکلی میدید. شاید انتظار داشت تو جمعی که اون و شوهرش هم حضور دارن یا دامون نیاد یا اونقدر حالش داغونو گرفته بشه که زود خداحافظی کنه و بره، یا شاید هم رو حساب بازیگر بودنش اونقدر خودشو بگیره که هیچکس جرئت نکنه بهش نزدیک شه. دروغ چرا، این رفتار دامون برای خودم هم عجیب بود، حتی اگه همه این کارها ظاهری باشه و هدفی جز پرت کردن حواسش نداشته باشه. با فشرده شدن نوک بینیم توسط انگشتای دامون به خودم اومدم و نگاهمو از گلچهره گرفتم. نوبت تو، بازی کن. حواسمو به بازی جمع کردم و گلچهره هم رفت تو آشپزخونه، در حالی که داشتم تو دلم خدا رو شکر میکردم که دامون پشتش به دخترعمش بود و این نگاه خیره و غمگینش رو ندید تا پیش خودش به این نتیجه برسه که هنوزم خاطرش رو میخواد. شاید به هم رسیدنشون با این وضعیت محال بود، ولی حتی فکر کردم به این موضوع هم ممکن بود خیلی چیزها رو عوض کنه و من امشب به این نتیجه رسیده بودم که همچین چیزی رو نمیخوام. آخر شب بود و من با اشاره دامون از خدا خواسته پرواز کردم سمت اتاقی که مانتوم توش در آورده بودم، اما هر چه زودتر برگردیم خونه. دیگه تحمل اون جو سنگین برام غیر ممکن شده بود و عجیب بود که خونه دامون رو 100% ترجیح میدادم. درو به خیال اینکه کسی تو اتاق نیست بی هوا باز کردم که دیدم گلچهره رو تخت نشسته و با دیدن من تو جاش کم پرید بالا و بلند شد. بعد از اون نگاه خیرش سر بازی منچمون دیگه ندیدمش و حد زدم همچنان باید تو آشپزخونه باشه، ولی حالا اینجا جلوی روم سبز شده بود. با بی‌تفاوتی نگاهمو گرفتم و رفتم سمت جالباسی. پشت بهش در حال بستن دکمه‌های مانتوم بودم که صداش به گوشم خورد. کی با دامون آشنا شدی؟ بدون اینکه برگردم یکم فکر کردم تا یادم بیاد به این سوال و دیگه کی ازم پرسیده بود که سری دوزاریم افتاد. من یه بارم از زبون پرتو این سوال رو شنیده بودم. 100% دلیل جفتشون برای پرسیدن این سوال مشابه هم بود. احتمالاً گلچهره می‌خواست بدون آشنایی ما قبل از ازدواجش بوده یا بعدش. واسه همین ترجیح دادم جوابی بهش ندم و چرخیدم و پرسیدم چطور. خیلی سعی داشت عادی باشه ولی نمیتونست. خب چون دامون بازیگر ناخودآگاه آدم کنجکاو میشه بفهمه ارتباطاتون چجوری شکل گرفته. رفتم سمتش و یه قدمیش وایسادم. شاید اون می‌خواست جوری رفتار کنه که من شک نکنم قبلا یه چیزایی این وسط بوده، ولی من می‌خواستم بهش بفهمونم از این مسئله خبر دارم. از اینکه از بین همه آدم‌های اون بیرون فقط شما سر این مسئله کنجکاو شدی دلیل خاصی داره یا نه؟ نگاهش رو با اون مردمک‌های لرزونش به چشمام دوخت و بعد سری سرش انداخت پایین. چه دلیلی باید داشته باشه؟ نمیدونم، آخه از وقتی پامونو گذاشتیم اینجا همه دارن مستقیم و غیر مستقیم حالیمون میکنن که چشم دیدن دامونو ندارن. اینکه یهو واسه شما جالب شده طریقه آشنایی ما یه کمی عجیبه. خب دلیل اینکه دامون برعکس موقعیت اجتماعیش جایگاه خوبی تو خانواده نداره اینه که بازیگری رو یه هنجار شکنی میدونن و خیلی با این مسئله موافق نیستن. خلاف شار که نکرده، خواسته روی پای خودش وایسه. بد کرده؟ همونطور که به یه نقطه خیره شده بود لبخند کجی رو لبش نشست و گفت نه، ولی بعضی وقتا راه درست واسه یه عده غلط به نظر میاد. یه عده‌ای که خودشون عقل کل میدونن، اون موقع است که دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. بالاخره خیره شد و تو چشمام ادامه داد. آدم وقتی سنش کمه فکر میکنه میتونه همه چیزو عوض کنه و شرایط اونجوری که دلش میخواد بسازه. با یه جمله، با یه تقاضا، با یه شرط شروع میکنه و به وسطاش که میرسه میبینه قدرت بقیه خیلی بیشتره و برای تغییر اراده 1-2 نفر کفایت میکنه. خیلی داشت تو لفافه حرف میزد و چیز زیادی ازش نمیفهمیدم، ولی بر اساس هر چیزی که به نظرم رسید منظور حرفاشو جواب دادم. اون موقع است که آدم مجبور میشه بجنگه و فوری تسلیم نشه. برای تغییر، برای به دست آوردن هر چیزی که میخوای لازم از یه چیزای دیگه بگذری. سری به تایید تکون داد و من برق اشکو کاملا تو چشماش دیدم. اون تسلیم شدن هم به خاطر همون سن کم و کله پر از باده. هرچند هیچ وقت برای دوباره ساختن و دوباره تغییر دادن شرایط دیر نیست، به شرطی که آدم‌ها قدرت بخشش و گذشتشون رو زیاد کنن. با شنیدن سر و صدای بلندی از سالن مکالممون قطع شد و بعد از نگاه متعجب به همدیگه دویدیم رفتیم بیرون. صدای جیغ و داد عمه مولوک قاطی هیاهو بقیه ضربان قلبمو تند کرد و از لابلای جمعیت چشمم خورد به دامون که یه گوشه وایساده بود و نگاه بهت زده‌اش رو به نقطه خیره بود. به سمتش پا تند کردم و کنارش وایسادم. چی شده؟ اصلا نشنید چی گفتم. دستشو گرفتم و تکونش دادم. دامون چی شده؟ با چند تا پلک نگاه خیره‌شو گرفت، آب دهنشو قورت داد و لب زد بابام. با ترس و اضطراب نگاهمو به دور و برم دوختم. تازه دیدم همه دور یکی از اتاقا جمع شدن. گلچهره در حالی که دستگاه فشار دستش بود با قدم‌های بلند و رنگ و روی پریده داشت خودشو به
اتاق میرسون. فهمیدن اینکه حال نادرخان بچه‌ها سخت نبود، ولی الان مسئله مهمتر حداقل برای من این بود که یهو حال دامون خراب نشه، اونم وسط این جماعتی که همه از خداشون شاهد ضعفش باشن. رو در روش ایستادم و بازوهاشو تو دستم گرفتم و تکونش دادم. ببین منو. نگاه خیرش از در اتاق پدرش کنده شد و با همون ناباوری به من زل زد. چش شد بابات؟ کسی حرفی زد؟ سری به معنی نه بالا انداخت و با لحنی مظلومانه که دل سنگ هم براش آب میشد گفت. داشت به من نگاه میکرد. نمیدونم از کی. منم نگاهش کردم تا اومدم بپرسم چیزی میخواد یا نه. یهو حالش بد شد. بعد از نفس عمیقش جفت دستاشو رو صورتش کشید و نالید. رنگش کبود شده. ستاره چیزیش نشه. چیزیش نمیشه. شاید قرصی چیزی باید میخورده. اینجا شلوغ پلوغ بوده یادشون رفته بدم بهش. تو یکم به فکر حال روز خودت باش. دستات داره میلرزه. بازم بدون واکنش به حرفای من خیره شده بود به در اتاق. رنگ و روش لحظه به لحظه داشت بیشتر شبیه اون روزی میشد که حمله بهش دست داد. با این حال جرئت نداشتم برم سمت اون اتاق تا بفهمم چه خبره و بیام خیال دامون راحت کنم. عوضش راه افتادم طرف آشپزخونه تا یه لیوان آب براش بیارم. پامو که گذاشتم تو آشپزخونه با دیدن آسمون مچاله شده گوشه زمین هینی کشیدم و دستمو گذاشتم رو قلبم. اونم از دن یهویی من ترسید و زد زیر گریه که سری رفتم سمتش و بغلش کردم. حالا دیگه به یقین رسیده بودم که بخت و اقبال این عمو و برادرزاده توی این خانواده مثل همه. شاید جفتشون داشتن بیشتر از اون پیرمردی که روی تخت افتاده بود عذاب میکشیدن، ولی هیچ کس نبود که به دادشون برسه، چون ناراحتشون روحی و روانی بود تا جایی که کارد به استخون میرسید به چشم کسی نمیومد. گریهش که قطع شد از خودم جداش کردم و حین پاک کردن صورتش گفتم چی شده؟ گریه واسه چی میکنی؟ با لبای آویزون گفت میترسم. مامانم هم اینجوری جیغ میزد، همش میترسیدم. اخمام رفت تو هم. مامانت واسه چی جیغ میزد؟ بابا میزدش، اونم جیغ میزد. کوف کلافه‌ای کشیدم و سری به تو طرف تکون دادم. این خانواده کلا مشکل روحی روانی داشتن. آفرین به اون مادری که خودشو از شر اون شوهر و خانواده از درش باز کرد و رفت بچه‌شو اینجا تک و تنها ول کرد وسط یه مش آدم روان پریش. بلند شدم تا یه لیوان آب به آسمون بدم که دوباره سر و صدا و جیغ از تو سالن بلند شد. من سری نشستم جلوی آسمون و گفتم نیا بیرون، باشه همینجا بشین، گوشاتم محکم نگه دار. با همون لبای آویزونش سرشو به طرف کج کرد و من دویدم رفتم بیرون. ولی با صحنه روبرون پاهام رو زمین چسبید. عمه ملوک توی قدمی دامون وایساده بود و داشت با هرس به سینه‌اش مشت میکوبید و جیغ میزد. الهی که خدا از رو زمین برت داره، بی شرف بی وجدان. آخه چرا قدم نحس تو امروز گذاشتی اینجا؟ خانداداش من تو رو که میبینه حالش خراب میشه. واسه چی پا شدی اومدی که زجرش بدی؟ آره چی تو گوشش خوندی که به این حال افتاد؟ این همه سال به خاطر خبط و خطای تو احمق زجر کشید، بسش نبود؟ این همه سال به خاطر تو واسه یه مسترا رفتن محتاج 1000 نفر شد، این همه خور شد و تحقیر شد، بسش نبود؟ حالا اومدی همین یه ذره جونی هم که تو تنشه رو بگیری و با خیال راحت به زندگیت برسی؟ کاش سقط میشدی تو اون تصادف، کاش یه جماعت رو راحت میکردی، از شر خودت راحت میکردی و یه جور عذاب دیگه. چی میخوای؟ چی میخوای با سر کلت اینجا پیدا شده؟ الهی که خدا جون تو رو بگیره تا همه ما یاب خوش گلمون بره پایین. عین یه مجسمه خشکم زده بود، درست مثل بقیه آدمایی که دور تا دور اون ایستاده بودن و هیچ کاری به جز نگاه کردن ازشون بر نمیومد. یه لحظه ترس برم داشت از اینکه جدی بابای دامون چیزی شده باشه که الان عمه خانم اینجوری افتاده به جون دامون که داره هرسشو خالی میکنه. ولی وقتی بالاخره مرتضی خودش رو از بوت بیرون کشید رفت سمتش گفت خاله بس کن، تو رو خدا دایی بیدار شه صداتو بشنوه دوباره حالش بد میشه. خیالم از بابت روبراهی بابای دامون راحت شد و با قدم‌های بلند رفتم سمتشون. هرچی نزدیکتر میشدم صدای مشتایی که تو سینه دامون میکوبید واضح‌تر حس میکردم. جیگرم بیشتر آتیش میگرفت، به خصوص وقتی دامون ساکت و صامت وایساده بود و جوری داشت به عمش نگاه میکرد که هر کی میدیدش فکر میکرد داره حق و تمام و کمال به عمش میده. ولی خب من میدونستم همه این حالتاش مقدمه برای بد شدن حالش و تشنجش. در حالی که نفس میزدم از عصبانیت بازوی عمه ملوکو گرفتم و کشیدمش عقب و برای اینکه صدام به گوشش برسه داد زدم بیا برو اونور. وقتی بی اهمیت به من جفت دستاشو کوبون تخت سینه دامون که چهره دامون این بار از درد جمع شد 2 قدم عقب رفت. قبل از اینکه عمه خانم دوباره فاصله رو پر کنه خودمو انداختم بینشون که مشتش این بار جای سینه دامون تو صورت من خورد. ولی اوضاع آشفته تر از اون بود که به خاطرش مکس کنم. حالا من بودم که تمام زورم رو بی اهمیت به اینکه این زن پا به سن گذاشته و بی شرم با ضربه من به کجا پرت میشه هولش دادم و داد کشیدم برو عقب دیگه. چند قدم عقب رفت و تعادلش رو حفظ کرد. حین نفس زدنش با چشمایی که از شدت گشاد شدن کم مونده بود به ذره بیرون نگام کرد و من پر از هرس قریدم دامون احترام سن و سالتون رو نگه داشت که نه چیزی میگه نه کاری میکنه، ولی من مثل دامون احترام سرم نمیشه، علل خصوص وقتی ببینم طرفم خودش دلش میخواد احترامش حفظ نشه. فاصله‌ای که بینمون افتاده بود و پر کرد. خفه شو دختره بی‌آبرو، تو همینجا به اندازه کافی بی‌حیا بودن تو به رخ کشیدی که با این سر و ریخ پا شدی اومدی اینجا دیگه بیشتری زید. کثافت تو هم نزن، بوی گندش همه جا رو پر کرده. تعارف و احترام و رو در بایسی رو گذاشتم کنار و رفتم تو شکمش. بی‌آبرو منم یه
شما که این وسط شدی کاسه داغ‌تر از آش. تو همونی نبودی که یه ساعت پیش داشتی جوش زندگی دخترتو میزدی، متلک بار داداشت میکردی؟ حالا شدی مدافعش؟ فکر کردی ملت برای نسبت خرن نمیفهمن تو از جای دیگه پری؟ حالا که پشیمونی بیخی خیرتو گرفته داداشتو بهونه کردی که حرصتو خالی کنی؟ رنگش پرید و با نیم نگاهی به داماد و دخترش که چارچشمی به ما زل زده بودن گفت ببند دهنتو، من از کجا پرم؟ دهنمو تو نمیذاری بسته بمونه، ولی هم مثل خودت همین جماعت میدونن از کی و از کجا پری. پس این دفعه شما لطف کن نذارین کثافت بیشتر از این هم بخوره. داداش من بیحال روی اون تخت افتاده، فشارش انقدر بالا بود که داشت سکته میکرد. بعد تو میگه از جای دیگه پرم؟ خیلی وقیحی. بس تو رو خدا حاج خانوم، الان جوان 20 ساله فشار خون داره و 10 تا قرص میخوره. نادرخان کم 60 سالشه. نشنیدی میگن سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا؟ اینم میخواید بندازید گردن دامون؟ اگه اون تصادف نبود میخواست تا 100 سالگیش بدون هیچ درد و مرض زندگی کنه. جمعش کنید این بساطتونو. چرا خوشتون میاد با مقصر نشون دادن یکی دیگه گناه خودتونو بپوشونید؟ مردم میتونید گول بزنید ولی خدا اون بالا نشسته، حواسش هست. با قرار گرفتن دست سرد دامون رو دستم نگاهمو بهش دوختم. با چشمای پر از خون بهم خیره شد و آروم بهم گفت بریم. سری به تایید تکون دادم و رومو گرفتم و برم که نگاهم افتاد به مادر دامون که با چشمای خیس از اشک فقط نظاره‌گر این جنجال بود. یعنی حتی یه ذره دلش به درد نیامد وقتی دید خواهر شوهرش اونجوری افتاده به جون پسرشو داره دق و دلی همه این سالهای عمرشو سرش خالی میکنه. تنها عکس العملم به نگاهش پوزخندی بود که به احساس مادرانش زدم و به راهم ادامه دادم و یه لحظه یاد آسمان افتادم. دیگه وقت نبود بهش سر بزنم. برای همین با چشم دنبال پدر با مسئولیتش گشتم که اونم از متلکم بی‌نصیب نذاشتم و به تلافی همه متلکایی که امشب بار دامون کردن. شما هم به جای اینکه وایسی و سیرک تماشا کنی برو به دخترت برس که گوشه آشپزخونه از درد داره میلرزه. الان دارم میگم که اگه پس فردا از صدقه سری محبت‌های شما افسردگی گرفت تو هم نیا یقه دامونو بچسبی بگی تقصیر تو بوده. دست دامونو محکم‌تر توی دستم گرفتم و پشت به جماعتی که انگار هنوز تو بهت بودن رفتم سمت در. کیفمو که راحله خانم برام آورد ازش گرفتم و با یه تشکر و خداحافظی زدیم بیرون از این خونه که اسمش خونه پدری بود ولی هیچ اثر و نشونه از محبت‌های پدرانه و مادرانه توش دیده نمیشد. یه ساعتی میشد که تو ماشین بودیم و دامون بی توجه به حال روز خرابش با سرعت بالا رانندگی میکرد و مسیری که میرفت شباهتی به مسیر خونه نداشت. از ترس نمیتونستم حتی یک کلمه حرف بزنم. ترجیح میدادم تو همین سکوت بمونه تا اینکه بخواد حرف بزنه و اعصابش بیشتر به هم بریزه. اولای یه جاده بیرون از شهر بودیم که ماشینو زد کنار و کج و کوله وسط قسمت خاکی کنار جاده نگه داشت و با سرعت پیاده شد. رفت لب جاده که مثل یه دره بود و وایساد و زل زد به نمای شهر. ما تو مبهوت داشتم بهش نگاه میکردم و نمیفهمیدم چه شده بود. هرچند میدونستم به هم ریخته است ولی نمیدونستم برای آروم کردنش چیکار از دستم برمیاد. میترسیدم برم پیشش و دق و دلی خانواده‌شو سر من خالی کنه. دست بزن که نداشت ولی با داد و بیداد هم میتونست تاثیر خودشو بذاره و من واقعا تو این لحظه دلم نمیخواست ازش متنفر بشم. این لحظه‌ای که اونقدر تو مظلوم و قابل ترحم شده بود. یاد صحنه‌های زشتی که همش ایجاد کرده بود افتادم. دیگه طاقت نیاوردم و پیاده شدم. فکر اینکه اون صحنه‌ها برای دامون وحشتناکتر و زشت‌تر و اعصاب خردکن‌تر هم هست باعث میشد ناخودآگاه همه تلاشم رو بکنم برای پاک کردنش تحت تاثیر همون حس جدیدی که امشب تو وجودم داشتم. آروم رفتم سمتش، نگران عکس العمل پیش بینی نشده‌اش بودم ولی حالا که اومدم نمیشد برگردم. یه قدمیش وایسادم، دستمو گذاشتم رو بازوش و قبل از اینکه برای برگشتنش فشاری بهش وارد کنم خودش با سرعت به سمتم چرخید. تا بیام بفهمم چی شد خودمو مچاله شده حس کردم و بعد از چند ثانیه که با بهتم درگیر بودم دستای روی هوا موندم رو دور کمرش رسوندم. جوری عمیق نفس میکشید که با هر دم و بازدمش کل بدنش تکون میخورد و من سعی میکردم با فشار سر انگشتم این تکونهای شدیدو کم کنم. اگه یهو اون وسط حالش بد میشد چیکار از دستم برمی اومد جز اینکه خودمو از این دره پرت کنم پایین؟ هیچ حرفی نمیزد. انگار میخواست تمام فشاری که امشب با رفتار خانواده‌اش روی اعصاب بوده رو اینجوری خالی کنه. سکوت ترسناک اون جاده رو فقط صدای نفس‌های عمیق دامون میشکست. کم کم بغض نشست توی گلوم و چشمام پر از اشک شد. نمیدونستم این همه دلسوزی برای آدمی که توی این مدت باهاش آشنا شده بودم میدونستم کی و چیکار است درسته یا نه، ولی واقعا دست خودم نبود. هیچ کدوم از حرکات و حرفای امشبم که بعد اون اتفاق به زبون آوردم دست خودم نبود و موقع به زبون آوردنشون فقط چهره رنگ پریده و مظلوم دامون وقتی ساکت و صامت داشت به همش نگاه میکرد جلوی چشمم بود و به هیچ وجه از کاری که کردم پشیمون نبودم، حتی اگه به قیمت تغییر ذهنیت دائمی خانواده دامون نسبت به خودم باشه. چند دقیقه بعد تو همون حالت موندیم و هیچ کدوم هیچ حرفی به زبون نیاوردیم. اگه تا الان دامون رو یه آدم نااهل میدونستم که از هیچ زن و دختری نمیگذره، الان یکم فقط بهش حق
میدادم. شاید هر کس دیگه ای هم جای دامون بود این کمبودهایی که توسط اقوامش تو وجودش ایجاد شده بود و اینجوری جبران میکرد. دامون پیرانی که بین اکثر آدمای این کشور محبوب و مشهور بود، توی خانواده و فامیلش هیچ جایگاهی نداشت. این یه خلأ بزرگ برای هر کسی محسوب میشد، علل خصوص اگه اون آدم یک سلبریتی باشه، کسی که اکثرا فکر میکنن از همه نظر توی رفاه و هیچ مشکلی تو زندگیش نداره. زیاد اهل حرفای پر احساس و عاطفی نبودم، ولی دلم میخواست بهش بفهمونم که قصه نبودن خانواده‌تو نخور، من هستم. البته فعلا دستاش شل شد ولی نذاش ازش جدا بشم، فقط یکم فاصله گرفت و نگاهشو دوخت تو چشام. حقیقتا با دیدن چشماش و اون رگه های خونی که سفیدیشو پر کرده بود ترسیدم اگه حمله‌ای که انگار من بیشتر از خودش وحشت داشتم براش اتفاق بیفته. نگاهش که به لبام افتاد توی لحظه تصمیم گرفتم و نمیدونم با چه فکری روی پنجه بلند شدم. تنها چیزی که اون لحظه به نظرم رسید برای منحرف کردن ذهنش درست همین کار بود. شاید اگر فکرش میرفت سمت نیازهای دیگه مجبور نبود قصه وضعیت آنورمال خانوادگیشو بخوره. این دومین بار بود که من پیش قدم میشدم. بار اول فکر میکردم یه داروی محرک تو بدنمه و اون داره مجبورم میکنه. الانم که مدام به خودم تلقین میکردم که برای بهتر شدن حال دامون، ولی خودم که نمیتونستم گول بزنم. من معتادش شده بودم. خیره تو چشمام با نفس گفت بریم خونه. حالا دیگه میدونستم این سوال دامون یه جورایی کسب اجازه است. سرمو به تایید تکون دادم و گفتم بریم. روی صندلی حصیری لب استخر توی ویلای خارج از شهر نشسته بودم و حین گوش دادن به موزیکی که از گوشیم پخش میشد به موجهای ایجاد شده روی سطح آب نگاه میکردم. بعد از حسی که لب جاده تو جفتمون ایجاد شد فقط خواستم خودمو به نزدیکترین جای ممکن برسونم و ذهنمو خیلی سریع اینجا رو بهم یادآوری کرد، جایی که مأمن تنهاییام بود وقتی که از عالم و آدم رونده می شدم. درست مثل امشب، ولی یه فرقی داشت بین امشب و شبهای دیگه. امشب یه همراهی داشتم که با همه خصوصیات‌های منحصر به فرد خودش نذاشت مثل همیشه این حجم از تنهایی و بیکسی رو حس کنم. نمیدونستم کدوم یکی از اتفاقات امشب رو باور کنم. رفتار کینه‌ای و عجیب و غریب عمه ملوک سر مسئله‌ای که خودش یکی از مقصرین اصلیش بود، یا بد شدن حال بابامونم وقتی که داشت مستقیم به من نگاه می‌کرد، یا حمایت بی‌نقص و بی‌دریغ ستاره وقتی که زبونم لال شده بود و قدرت هیچ عکس‌العملی رو برای خلاص شدن از اون مهلکه نداشتم. ستاره خودش به من ثابت کرد با همه وجودش، با همه ناراحتی و غمی که امشب تو دلم داشتم. لبخند رو لبم نشست از یادآوری اون دفاع جانانش در برابر عمه ملوک، طوری که چشمای همشون گرد شده بود. بعدش هم که لب اون جاده، اول با سکوتش و بعد بی اختیار ذهنم پر کشید سمت گلچهره‌ای که بارها پیش خودم اقرار کرده بودم اونم دوستم داره، ولی امشب با رفتارش، با عقب موندنش موقع حمله عمه ملوک ثابت کرد که حسش به من شاید یک صدم حسی که من یه زمانی بهش داشتم نیست. درست شوهرش کنارش وایساده بود، ولی حداقل میتونست به بهانه ی حال مادرش بیاد و نذاره بیشتر از این غرور منو تو اون جمع له کنه. ولی اون مثل همیشه پشت ترسش از رفتن آبرو جلوی فامیل مخفی شد و خودشو کاملا بی‌طرف نشون داد. چجوری میتونستم مقایسه نکنم رفتار ستاره رو با گلچهره؟ خوب یادمه بار اولی که ستاره رو توی اون ویلا دیدم بلا فاصله از نظر حجب و حیا با گلچهره مقایسهش کردم و به این نتیجه رسیدم چندین درجه پایین‌تره، ولی الان در نظرم سرتر از گلچهره یا هر دختر دیگه‌ای بود که پاش تو زندگیم باز شده بود. هر چقدر تا الان به خودم تلقین می‌کردم که برام فرقی نداره با دخترای دیگه، دروغ بود. امشب دیگه وقتش بود اعتراف کنم. این دختر چموش و سرکش با اون چشمای آبی پر از شرارتش منبع آرامشم شده بود. با تموم شدن آهنگ چرخیدم تا گوشیم رو از رو میز بردارم که دیدم ستاره با تکیه به چارچوب در وایساده دست به سینه داره به من تماشا میکنه. نگاهم به ساعت دوختم. 4:30 صبح بود. انگار اونم بیخواب شده بود. قبل از اینکه چیزی بگم اومد سمتم و گفت تو ساعت زل زدی به استخر که چی؟ سرمو بلند کردم و خیره تو چشاش گفتم نمیدونم چرا امشب انقدر به رنگ آبی علاقه‌مند شدم. نگاه متعجبش از صورت من به کف استخر و کاشیه آبی دوخت. نمیدونم منظور حرفمو نگرفت یا سعی کرد خودشو بزنه به اون راه که شوناشو بالا انداخت و کنارم نشست. نگاهم به صورت و گونه برآمدش افتاد که یه لکه کوچیک بنفش روش بود. تازه یادم افتاد یکی از مشتای عمه بلوک به جای سینه من رو صورت ستاره نشست. با اعصابی داغون از دیدن این لکی که تازه داشت به چشمم میومد دستمو بلند کردم و گفتم چرا یادم ننداختی روش یخ بذارم. عصبانیت اون از من بیشتر بود وقتی گفت به یخ گذاشتم باشه که تو باید با سینه بری تو یخچال بخوابی. من نمیفهمم آخه عمت قبلا بوکس کار میکرده چرا اینقدر دستش سنگین بود؟